هذا النور شفاء صدور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا دجال را میشناسید؟ ما این موضوع را به خاطر آن پیشکش کردیم که اکثر مردم نام دجال را شنیدند، اما از تاریخ آن خبری ندارند که او چی کسی است و برای چی میبراید. انا همین بیخبری مردم است که اکثر مردم یکدیگر را با نام دجال لقب گذاری کردند. این موضوع را شنوید و شناس شوید، زیرا دجال یکی از نشانه های قیامت است. پس سر موضوع مطرح گردیده دلیل ها را با معلومات های دقیق بیان می‌سازیم. اولا معنای دجال چیست؟ دجال با 5 معنا آمده است که او را دروغگوی، فریبکار و مکار نیز می‌نامند. نام اصلی دجال باشد در روایت ها نآمده است، ولی صفات های آن معلومند. چرا دجال را مسیح میگویند؟ مفسران میگویند مسیح در اول به معنای محض کرده شده، یعنی کور کرده شده. باز بعضی مفسران میگویند مسیح یعنی روی زمین را میگردد، اما این دجال یک چشم و یک ابروی ندارد، از این خاطر او را مسیح دجال هم میگویند. حدیث را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای شما بیان میسازیم، زیرا احتمال است که از این حدیث معلومات های درکاری را درباره دجال پیدا کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دجال جوانی است که دارای مویهای بسیار در هم پیچیده و چشمان بسیار درشت و برجسته دارد. اگر او را تشبیه کنیم، گویی به عبدالعزی ابن کوتا مانندی دارد. پس هر کدام از شما اهل ایمان با او واخوردید، باید آیات‌های اول سوره کهف را بخوانید. دجال از بین شام و عراق میبراید، طرف راست و چپ هر کجایی که برود آنجای را فساد میکند. ای بندگان خدا آگاه باشید. صحابه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، دجال در روی زمین چند روز باقی میماند؟ یعنی چند روز عمر میبیند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 40 روز باقی میماند که یک روزش به مثل 1 سال میگذرد، روز دویمش مانند 1 ماه میگذرد و روز سومش مانند 1 هفته میگذرد. روز دیگرش یعنی 37 روز دیگرش به مانند روزهای عادی میگذرند. یعنی به حساب میانه دجال در روی زمین 1 سال و 2 ماه و 14 روز باقی میماند. صحابه گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آن روزی که مثل 1 سال میگذرد، پس ما 1 روز نماز خوانیم برای 1 سال بسنده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، اندازه آن روز را معین کنید، یعنی در هر 24 ساعت 5 وقت نماز را بخوانید. سرعت دجال یعنی حرکت دجال در روی زمین چگونه است؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سرعتش مانند باران است که شمال سخت آن را پراکنده می کند. پس دجال به نزد گروهی می آید و آنها را دعوت می کند و آنها با او باور می کنند و فرمایش آن را اجرا می کنند. او چنین قدرت و توانایی دارد که به آسمان امر می کند آسمان می بارد و به زمین امر می کند زمین می رویاند. سپس مرد جوان و نیرومندی را نزد خود دعوت می کند و او دعوتش را قبول نمی کند. پس او را با شمشیر 2 پاره می کند. چون تیری که به هدف می رسد آن جوان 2 پاره می شود. بعدا او را به حال اولش بر می گرداند. باز او را دعوت می کند و در جوان باشد قبول می کند. چهره دجال شکوفان می شود و می خندد. در همین زمان خداوند مسیح ابن مریم یعنی عیسی مریم را امر می کند و عیسی علیه السلام در کنار زمین سفید شرقی در دمشق به زمین می آید و در 2 دستش لباس و برنوک زرد بر تن دارد و کف 2 دستش را به بالای 2 فرشته نهاده است. هرگاهی که سرش را می جنباند قطره های آب از سرش می چکند و هرگاهی که سرش را بلند می کند قطره های آب مثل دانه های مروارید سرازیر می شوند. پس حضرت عیسی علیه السلام از پس دجال می گردد و در راه لوده کوه از در شام یا قشلاقی از کوچه های بیت المقدس که در آنجا او را می یابد و به قتل می رساند. روایت مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، امام احمد و دیگران. هر کسی از شنیدن این قصه به خلاصه بیاید و این را افسانه فکر نکند، پس خود را برای از عذاب خداوند نجات دادن آماده سازید،
زیرا این یکی از نشانه های قیامت است و این را انکار کردن باعث گناهکار شدن می‌گردد. باید گفت که پیشانی دجال کشاد و بیموی است و در پیشانیش نوشته شده است کفر، یعنی این مرد کافر است. پس از این نشانه پیشانیش او را میشناسید. در دست راست دجال دوزخ است و در دست چپش باشد بهشت است. در هر دو دست خود دوزخ و بهشت را نمایش می‌دهد و شما را فریفته می‌کند. اگر دوزخ او را قبول کنید پس بهشت میسرتان می‌شود و اگر بهشت او را قبول کنید وای بر حالت، دوزخ میسرت می‌گردد. خلاصه کارهای دجال برعکس هستند. آیا دجال در روی زمین نکاح می‌کند و صاحب فرزند می‌شود؟ بله، دجال ازدواج می‌کند و صاحب فرزند نمی‌شود. روایت مسلم 1431. روایتی است که از این حدیث تا کجا اساس داشتنش عمیق نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند پدر و مادر دجال 30 سال با هم خانه‌داری کردند اما صاحب فرزند نشدند و بالاخره یک فرزند پیدا کردند که یک چشمش کور و دارای دندان‌های کلان میباشد. پدر دجال یک مرد لاغر قد بلند است و بینی او دراز میباشد. مادرش باشد زن قوی جثه و هر دو دستش دراز است. روایت ترمذی جلد 2 صفحه 50. باقی خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.